بسم الله الرحمن الرحیم. به نام جهاندار جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، بعد از آن درودی بی عدد مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را. بعد از آن رحمت خداوندی بی پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. محترم جماعت، الحمدلله ما و شما حضور داریم در یک ماه انشاءالله خدا خواهد مبارک، اولین جمعه ماه شریف رمضان، دهه رحمت. الحمدلله الله سبحانه و تعالی خدا خواهد در این یعنی هزارها میلیون آدم ها را انشاءالله خدا خواهد رحمش سزاوار میگردونه. امید میکنیم که ما هم انشاءالله خدا خواهد هر یک دقیقه این خدا خواهد هر یک ساعتش خدا خواهد غنیمت طاعت کنی، عبادت کنی، انشاءالله کتاب خونه، ذکر کنی، دعا کنی. چی مقصد، چی آرزوها دارین؟ البته برای مؤمنان، برای شخصان روزداران انشاءالله شانسی که الله دادگی است در 11 ماه شانس نمیدهد. این شانس همش خدا خواهد فقط طاعت، فقط عبادت. حتی که زمینم، آسمانم، عرشم، فرشته هم در حق ما و شما الحمدلله دعاگو هستند. شاعر در مثل های چنین شیرین میارد: روزداران خوشا بر حالتان، عرش اندر حسرتی اقبالتان. روز تکلیف برای انبیاست، ترک عاصی بندگی فخری ماست. روزداران ای خوشا بر حالتان، عرش آن در حسرتی اقبالتان. روز تکلیف برای انبیاست، ترک عاصی بندگی فخری ماست. شأنی در مومنان نباشد این مقام، مسلمین پس بر شما باشد سلام. صف به صف آید ملائک سویتان، تا که لذت ها برد از بویتان. حتی صف فرشته ها الحمدلله از بوی خوش ما و شما راحت میگردند. انشاءالله خدا خواهد همه امروز چی است در دعای خدا خواهد ما و شما است. برامین این دور، این وقت غنیمت داریم انشاءالله خدا خواهد، و غنیمت شماریده طاعت، عبادت. شبهاش بقیام انشاءالله خدا خواهد، نماز تراویح کجایی که نگی باشین، البته نماز تراویح خدا خواهد انشاءالله ادا کنین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز میگد، این حدیث خدا خواهد اجره روایت میکند، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای محراب اومدن. وقتی که یکم بالای محراب برمدن، گفتن صحابه را نزدیک منبر شوید. همه این صحابه نزدیک شدن منبرنده. گفتن یکم زینه پایه که زینه پاموندن، گفتن آمین. دویم زینه پایه پاموندن، گفتن آمین. سوم زینه پایه پاموندن، گفتن آمین. بعد انتهای خدا خواهد خطبه، صحابه سوال کردن یا رسول الله باعث این آمین گفتن شما در چی بود؟ گفت جبرائیل اومد پیش من و به من خبر داد هلاک باد. گفت میگن هلاک باد بر کدام شخصی که ماه روزه شریف رمضان میدراید و به طاعت عبادت نگذراند. یعنی روزه ماه شریف رمضان ندارد، هلاک باد. گفت من گفتم آمین، قبولش که الله. دویم گفتن که نزدی اگر کسانی که نام شما ذکر می شود محمد صلی الله علیه و سلم نگوید، هلاک باد. من گفتم میگه آمین. به جایی که نام الله هم میشنوی جل جلاله گو جوابش واجبه.
وقتی که نام محمد میشنوی صلی الله علیه و سلم، یا که رحمت خدا بر تو باد یا محمد، یعنی صلوات گویین. سوم گفتن کسی که پدر و مادرش پیر می شود در حالتی که کهنسالی هستند، اگر خدمت نمیکنند بر وی هلاک باد. من گفتم میگه آمین. کسی که پدر و مادرش پیر می شود و خدمت نمیکند حالت نوای است انشاءالله. همین دعای بدی حضرت جبرائیل و پیغمبر آمینش البته تأثیرات قوم و جمعیت ما و شما میشود. کسی که روزه نگیرد، کسی که محمد علیه السلام را صلوات نگرد، کسی که چی؟ یعنی پدر مادرش خدمت نکند. عزیزان من، از این حدیث، از این وعیدی جبرائیل نگفت میگه تا نگفت کرد و کار. این خبر الله به جبرائیل میرسونه. جبرائیل و پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم میرسونه. انشاءالله محمد به ما و شما انشاءالله این سخنا را رسون تا اینکه ما هوشیار شویم و از این افعال خود انشاءالله خدا خواهد برگردیم. در این هفته چندین انشاءالله سوال ها شد خدا خواهد درباره روزه، قصه باشم پر مضمون انشاءالله خدا خواهد جواب دادن حرکت میکنیم. زنها میگه در وقتی حیض و نفاس روزه گرفته یعنی میتونن یا که نه. یعنی کسلی خدا خواهد این زنانه هست. این خدا خواهد انشاءالله حیضش هر ماه مثال از 3 روز تا 10 روز تکرار می شود تا سن 60 سالگی زنها. یعنی نفاسش وقتی که کودک به دنیا می آورد 40 روز می آمدگی خن است. در همین حالت البته انشاءالله خدا خواهد چکار نمیکنند، یعنی بودگی ها روزه گرفتن نمیتونن، فقط ذکر کرده میتونن. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، با شما جاگه خوابی نمیکنن. عزیزان من، بعد چیکار میکنن؟ بعد انشاءالله خدا خواهد یعنی ماه رمضان البته 5 روز میشود 10 روز میشود از 3 تا 10 روز است، 7 روز 6 روز چیکار میکند؟ بعد روزه داشته میتید، نمازش آف است. عزیزان من، عایشه مادرم روایت میکند، یعنی گفتن وقتی که ما حیض میدیدیم با ما میگه امر میشد که روزه قضاش داره. امام بخاری حدیثه. این مادرمو حضرت عایشه صدیقه روایت دارن که وقتی که ما بیمار میشدیم روزامون میخوردیم و بعد از وی انشاءالله چیکار میکردیم؟ قضاش داشته میتیم. امام بخاری حدیث انشاءالله خدا خواهد. یعنی روزه بعد از وی چیکار میکنین؟ میداریم. 321 حدیث ده انشاءالله خدا خواهد. خب دیم سوال، اگر برای با فراموشی خوریم یا که یگان آشومیم یا که جیما کنیم با فراموشی، که دومز یک بچه زنگ زد از شهر فرغانه، گفت دوملا گفت من جیما کردیم در یادم نیست، روزه داشتنم چی من و چی زنم به یادم نیست، جیما بجا آوردیم. اکن هوشم بسرم زد که روزه بده از چیکار کنم. اینا نه حکم چی است انشاءالله شرعی. اگر یگان که میگه با فراموشی بخرد یا که با فراموشی ایادش برمده خدا خواهد یعنی آور خرد، چای خرد، یا که شکمش سیر کرد اوقات کتی انشاءالله خدا خواهد، یا که یعنی با فراموشی چیکار کنه؟ جیما کرده موند، یعنی زنش کتی یک جایه شد. اگر همون زهاد بیاد زد همون زهاد میداری، همون زهادی که بیاد زد خورده سال نیم که خوردی تمام میستی، یا که خدا خواهد جیما کس باشی میخزی ای بالای وی وقتی که بیاد دومد. برای چی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم رسول گفتن که خدای تعالی برای بعضی آدم ها انشاءالله در همین روزه داری ضیافت میداده است. از خاطرش روزه را میگرفته است، روزه بدنشه و شکم سیر میکرده است و آب میخورده است. انشاءالله چیزی که میخورده است انشاءالله خدا خواهد. امام بخاری 1900 یعنی 53 حدیث، مسلم 1675 حدیث انده خدا سبحانه و تعالی ما شما ضیافت میداده در ماه چی؟ رمضان. الحمدلله. بین وقتی که بیاد زد نه که میداریش، اگر بیاد زد و با خوردن ادامه دادی قصدن میشه 61 روز روزه میداری. جزای روز خرم نست. اگر شیده که
روزم اگه تمام شد نه، همون زهاد با دهان تا چلقه میگنی، با نیت دوام میتی. این خیلی معنی نداره خدا خواهد. خب بین افطار و سحری خوراک، یعنی خوردن یا که با همون شب که میخوریم به هوا انشاءالله خدا خواهد یعنی ادا کنیم ممکن است. یعنی سحری خوردی سنت برادران، یعنی افطار تعجیل کردنش، تیز کشادنش سنت، و افطار یعنی حوصری خوری سحری خوری هم سنته. پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ نباشد مگر هیچ طبیعت نکشد یک دو خرما بخور یا که یک قلتم آب خور انشاءالله خود. این سنت است، میشه جایز است خدا خواهد با همون چیز انشاء ایاد دیگر فراموشی داشته و انشاءالله جایز است، لیکن انشاءالله خدا خواهد با اگر اوسری خورده و یک کمتر تناول خوردن است طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. برای این چیزا عمل کنیم، هم خدا خواهد حرکت کنیم، خیزیم انشاءالله. یک قلتم آب هم باشه، دو تا خرما هم باشه، خورده بچکا کنیم، بعد نیت کنیم انشاءالله افضل است. یکی سوال دادین که بین افطار و سحری خوراک با همسر علاقه جنسی ممکن است؟ این مسئله خدا خواهد عیناً بعضی نمیدونم که آدم ها از کجا میابند، بعضی آدم ها میگفتن که آدم ها را بدی که در ماه روزه عموماً علاقه ممکن نیست به زن خواه رفتن. گفتگی یک عقیده پسیدگی خدا خواهد در بین ما و شما، که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 187 میتونین مراجعت کنین. خدا چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. احل لكم لیلة الصیام رفثوا الی نسائکم هن لباس لكم و انتم لباس لهن. این سخنی خداه، حتی سخنی پیغمبر نیست. الله سبحانه چی میگه؟ یعنی به زنهای خود میگه در شبهای رمضان چیکار کنی؟ آمیخته شوی. ویها برای شما لباسن، شما برای ویها لباسه. به همین حکم طبقی سخنی خدا بعدی که شما خدا خواهد روزه میکشوین الحمدلله، شب کسی که خواهش خدا خواهد بعضا یک جگی شده باشد تا اوسری خری تا دمیدن صبح اجازت است انشاءالله خدا خواهد، یگان مانگی ندارد. برای همین خدا خواهد انشاءالله خیلی عقیده را پرتوین. این عقیده دشمنای اسلامی که باید که ما شما هرچی روزه نگیرد، چون که یک سویا ما شما را از یک فرضی باز داشتن برای او کافر و فخره. نه همین خیلی عقیده های رسوا را در بین قوم ما و شما جاری کرده، بلکه مثلا من نه بعضی ها درست 3 روز پیش از رمضان خانه دار شد. چیکار کردنش در خیلی ما و شما گیم که پیر شدیم اکن ای تسبیح موندیم تمام رسول شدیم اکن. خیلی جوانه چیکار میکنن؟ اینو معنی ندارد از دانی من. برای همین خدا قرآن ده گفت که اگر یگان مسئله معما کی براید از عالمان بپرس بعد عمل کن انشاءالله خدا خواهد. هر یک سه کورانه خودت فتوا نمیتی. این فتوا دادن کاری بازی نیست از دانی من. ما برای یک مسئله رسوندن چندین کتاب میبینیم، من یک هفته چندین با عالمان مراجعت میکنم، هم صحبت میشیم که تا ای که این سخنی ما درست براید، پگه اختلاف نشد برای جامعه عزیزان من. خب وقتی که در ماه رمضان میگه غسل واجب شد، باید چی کار کنیم؟ حتی که میگه غسل میگه وقتی نزدیکی یعنی اوسری خری سحری خری شد، از خواب خیستین که این طرف سحری خوردن زیق است، این طرف خدا خواهد غسل کردن چی از واجب. باید چیکار کنیم؟ اسلام چی میگه؟ باید که انشاءالله خدا خواهد چیکار کند؟ اگر وقتش میگه گنجایش بتید چیکار کند؟ آبازی کرده گیرد اول نتید، فقط دهن و بینیش چلقه کند و فرضه ده غسل 3 تا فرضه: غسل فمیه و انفی و کل بدن. یعنی شستن دهان فرضه در آبازی، شستن بینی فرضه در آبازی، شستن تمام بدن. وقتی که شما اگر سحر خیرنه مساگیم دستگیر کرد نتونه چیکار میکنه؟ شما فقط دهن و بینی فرش اجرا میکنه و به ملال اوسریتون خورده، بعد غسل اجرا کنه شیدن میگیرد. آیا در ماه رمضان آبازی کردن درست است یا نیست؟ درست است آبازی کردن.
من روزای غسلای روزای جمعه سنت است خدا خواهد. شما پیش از اومدن همین دم فقط شما احتیاط میکنید که از دهن و بینی از اعضاها تو آب ندراید. یعنی آب کول نممکن نیست. چونی حوض، بحر، دریا، چونکی آدم خش داشته نمیتونه. لیکن به ملال از سر تو خدا خواهد انشاءالله آب ریخته، آبازی کردن درسته. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماهای سرطان روزه میگرفتن، میگه صحابه ها از سرشو آب میریختن. یا که گرمی بسیار شخص شود اگر یک ادیال ترک کرده یا که یک لباس ترک کرده در بدن پوشوندن جایز خدا خواهد در ماه رمضان. یگان هیچی مانگی یگان اختلافی ندارد خدا خواهد انشاءالله. در ماه رمضان یک تا مسئله طهارت نازکش است برادران، همین غرغره کردن است که بینید آب سخت کشیدن ممکن نیست. فقط نام دهن میشوید، نامش نه بینی میشوید خلاص. چونکی از دهن از بینی تو چی میرود؟ یعنی معده غذا میگیرد. مبادا برفتمونه اگر احتیاطاً هم برفتمونه یه روز قضا میداریم. بدین ماه رمضان یه روز قضا میداریم. برای همین خدا خواهد یعنی مبالغه پر شستنی بینی و دهان در ماه رمضان احتیاط میکنیم ان شاء الله خدا. چون این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. لیکن ماه رمضان غرغرش است. کو مثال غرغره میکنیم. سوال دادن که آیا یعنی پسته کتی دندان شوی میشود؟ با پسته دندان شفتن درست نیست برادرها. نه که مسواک کتی درست. یکی دیگری سوال داشت که من از جهت کسلی در یعنی نصف روزی دارو استعمال میکنم، روزه من چی میشود؟ البته روزه انشاءالله خدا خواهد برای اگر میگد همینم یک طبیبای ماهر، طبیبایی که خدا خواهد از اسلام خبردار باشه دو برای شما توصیت یادگر اینا روزه را میخورن انشاءالله خدا خواهد. چون که روزه برای خدا خواهد بیمارا، برای اینجا سواشدگی که بکی ها ممکن نیست، آدمایی که زنهایی که حامله دارن، زنهایی که بچه شیرمکون دارد، یا که مسافرها هستند در این سفر هستند، یا که کسلی هایی که به سبب خدا خواهد روزه گرفتن زیاده میشود. من مثل کسلی قند من با چندین هم صحبت شدم انشاءالله. چون که اکثر میگد ما اگر تیز افقاد نخوریم بدنم لرزیده میرود، خودمون گم میکنیم. این آدم ها خدا خواهد انشاءالله چیکار میکنن؟ روزهاشون میخورن. بعد روزهاشو خوردن بعد انشاءالله مبادا انشاءالله نقش دمونن، البته انشاءالله چیکار میکنن؟ بعد داشته میتینی که قضیه داشته میتی. برای همین خدا خواهد اگر قوت داری خدا خواهد انشاءالله میتونی خودت ظلم نکن، دروغه انشاءالله خدا خواهد. یا مثال هیچی نیست، روزای کوتاه، مثال هوا من گرم نیست، هوا معتدل الحمدلله بیادت شکر. یک پس ناز من عبیش دست است، یک پس نه خدا خواهد چیش دست است، یعنی شامشی دست است. برای همین انشاءالله آدمای کسلمندان همین خدا خواهد مسئله که میتونن به ملال انشاءالله چیکار کنن؟ انشاءالله خدا خواهد یعنی استعمال کنن. لیکن حتی فیدیهش میتین انشاءالله خدا خواهد. جمعه دیگر ما با خدا خواهد خوزیت مسیحت میکنیم. عیناً مسئله خدا خواهد انشاءالله یعنی فطری روزه، مسئله خدا خواهد فدیه، مسئله زکات، همش انشاءالله خدا خواهد پره حل کرده انشاءالله خدا خواهد. یعنی در ازبکستان ما و شما زکات یعنی 40 میلیون شید. کسی که 40 میلیون پول دارد نصاب زکات میشود، 2.5% چیکار میکند؟ زکات میدهد. زکات با طلا خدا خواهد برابری 85 گرم طلا کسی که پول داشته باشد وای بای حساب میشود، بای کشید و نه چی؟ یعنی زکات فرض میشود. ازبکستان الحمدلله من امسالش 40 میلیون اعلان شده. فقط اینجا خدا خواهد صدقات فطر کمتر انشالله اونجا یعنی 7000 حسابش کردن نکن، یعنی 14000 حسابش کردن 2 کیلو گندم. اگر ما رایان خدا خواهد میبینیم بازارش گندم ما و شما یعنی ایزاش نه همون با جاش دیده خدا خواهد وای میکنن. گندم اگر مسئلهش خدا خواهد در اینجا دیده شوکی ریان یا خیش ننش در کار اگر مسئله حل شد خدا خواهد انشاءالله این مسئله با پره کاملا انشاءالله من نکن همین زکات را در همین ما انشاءالله ادا کنین. مایی چی هست؟ پر خیر انشاءالله خدا خواهد، مایی انشاءالله پر برکات.
همین مون خدا خواهد حرکت کنه، پلاتون خدا خواهد جنبست کنه، حساب کتاب کنه. چی مثال گیم دیاد من هفته دیگه پره کاملا با من بس سمسون میرسانم انشاءالله. خدا خواهد سودان ده ماشین داره، کوارتیر برای زینت کرموندگی پلشام میفروشم، برگک و ها کذا یا سوداگری. خدا خواهد این چیزا همش نه زکات دادن فرض میشه. خدا خواهد همش یک شبشینه کلکولاتور پیش نمونه، یک کس نه قرض دادگی باشه و قرض اگر میدادگی عمیق باشه و هم شما میته بشه. خدا خواهد انشاءالله همین چیزا خدا خواهد حساب کتاب کنه. ماه رمضان ده افضل خدا خواهد کم بغلکام در این ماه یک دیگه گوشو بجوشه. خدا خواهد انشاءالله یک کم بغلک یک بیچاره خدا خواهد خیر کنه. این زکات مسجد ندادن نمیشه، مبادا مسجد زکات نتیه با پلیمیتیه باشد زکات باشه گوین. زکات ممکن نیست مسجد ساختن. الحمدلله مسجد ساخته است. پلایی که خدا خواهد زکات انده، صدقات فیتر انده، صدقات فیتر هم نتی مسجد انده. این درست نیست. چون که وای 7 طایفه خرنده داره، اما طایفه اونده میتیم خلاص وای. برای این چیزا خدا خواهد هوشیار باشین. میده باشه بگو همین داملا زکات است. خدا خواهد مو اگر شما نیوین آورده تین خدا خواهد هستن. در این خطی ما هستن بیچاره ها. خدا خواهد انشاءالله البته پلای شما را برده رسونده انشاءالله وای برای منم حرام است پلی شما، چون که من بخدم تینج هستم الحمدلله. منم زکات شما خورده نمیتونم. بعضی گفتن داملا نبتی میشه، داملای کم بغل باشه. خدا خواهد انشاءالله نصاب زکات نمیسال پلش نرسه، کم بغل بیچاره باشه ممکن، الا اگر بخدش تینجو پل و مال داره و این حرام زکات. الحمدلله برای همین چون این چیرکی مال است اینا همون مخصوص میخوردگیش است انشاءالله. خدا خواهد برای همین ایسا درست حل کنه. من دین یک بچه آورد 4 میلیون داملا گفت که نمیدونم مرحمت من خدا خواهد انشاءالله یک قسمش طالب علم مونده، خدا خواهد یک قسمش یک بیچارنده انشاءالله خدا خواهد صرف کردم. کسانی که نتونن میتونن با ما مراجعت کنه انشاءالله. خدا خواهد بر ماه رمضان با دختری نامحرم صحبت کردن درست است؟ گفته سوال دادیان. صحبت کردن عزیزان من با دخترای نامحرم حرام است. یاد نبرو. اگر صحبتی عاشقی میکنی حتی با روزه داری و با در روزت خدا خواهد یا که در روزت کینو فیلم های بیزیب میبینی و هرچی گذره خدا خواهد این شد زنهای لیچک و کینای اروپا و یا که سرود گوش میکنی و این برای ما و شما حرام است برادرها. حتی با بزنی بگاده صحبت انشاءالله عاشقی کردن حرام است تا ای که به شما در نکاحتون نباشد. شما صحبت که میتونید با خواهرتون صحبت که میتونید انشاءالله با عمتون، خالتون، مادرتون، جیانتون انشاءالله خدا خواهد. لیکن بزنی بیگانه حتی من پیامبر اسلام حدیث است اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یجهل. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن وقتی که شما روزه میگیره در ماه روزه گپهای فحش و فاحشه گپ نزنید. یعنی در ماه انشاءالله رمضان انشاءالله صحبت کردن انشاءالله یا که حقارت کردن انشاءالله خدا خواهد گناهگار میشین. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان کسی اگر یک جنجال بکنی بگو که انا صائمون من روزه دارم گو بابای کشکش نکن بابای جازی یعنی داد نکن. برای این روزه دارا حتی دهن تو روزه گیرد، حتی چشمات تو روزه گیرد، حتی گوشات تو روزه گیرد. چشمات باید که فحش فاحشه را نبیند، گوشات غیبت نکند، زبانت خدا روزه گیرد که زبانت غیبت نکند. عزیزی من حرام است، ولی غیبت خودش حرام. با در ماه رمضان بالکل حرام است انشاءالله. خدا خواهد در این ماه چی است؟ خواندن قرآن. قرآن ختم کنه که در یک ماه خدا خواهد من شانس داده الحمدلله. خدا خواهد کسانی که قرآن خونده نمیتونن همین شب آمده در خدا خواهد مسجد در نزد خدا خواهد قاری محترم در پیشش استاده اگر 30 روز قرآن گوش کنی همون ختم کرده ثوابش الله در نامه اعمالت میدهد. نتونی بیا اشتراک کن. خدا از تراویح نگریز، از تراویح خدا خواهد با عشق و با محبت انشاءالله بیا گوش کن. همین چی قدر ثواب بگیرد همون ثواب هم الله سبحانه و تعالی در نامه اعمال شما می‌نویسد عزیزان من. برای من تانی خدا خواهد انشاءالله. من پیامبر علیه السلام در ماه رمضان اکثر جبرائیل اومده پیش جبرائیل قرآن میخوندن.
ختم میکنم پیغمبر تو خانه میرفتن، بلکه انشاءالله خدا خواهد رسولا دائم به ذکر بودن، دائم به عبادت بودن، شبها را قیام میکردن، شبها خانه میرفتن. که ما امتا چی بلا زده که امروز از تلفن خالی نیستیم. کجا یک بندرگه را میبینی تلفن در دست، نماز خونم، چالم، کمپیرم ندونم لباف دارن، چالم لباف دارن، میدونم اقلا سلامش میتی نمیگیره. توبم از سلام میگذاری کلش نمیگه چی گذشته با پیش من چیشید ساده. این یک بمب شد، یک کسلیه که نیلیچیمی دیچینی ندارد باور نکنه. هزار میگویش با هم در مسجد میبینیش تلفن بازی دارد. در کعبه بینه، در کعبه رفت از خانه خدا بدبخت موزیک گوش کشیده است. نزد خانه خدا رفته که من عبادت کنم، طاعت کنم، با خدا نزدیک شوم. چه بلا زد امتای محمدی صلی الله علیه و سلم. از الله ترسیم عزیزان من. دائمی زبان خدا خود داد، خدا زبان گویا کرد، میگه برای ذکر کردن. چشم از برای دیدن آیات قدرت است عزیز من. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. او برای حکمت قرآن گوش کردن، پند و نصیحت گوش کردن گوش داد. این چشم برای آیت قدرت داد که بین زنداله ها را بین، شفتال آدم ها را بین، عبرت گیر. یک بیمار را بی خدا خواهد به خود بیا، یک ناگیران را بی دعا که پروردگار خیلیت ناگیرانم نکردی، یک چشم کور نکردی، بیزه بی خود تا بین نگه شکرانه کن. قدرت خدا را بین به یاد بیار انشاءالله خدا خواهد. این دل خدا داد برای ذکر کردن. این دل میدانیم مقامی چی است؟ ایمان جایگیریش در دل است. دل ایمان چی است؟ ظرفش است. همینجا قرار میگه این دل خدا خواهد تازه کن. و در این دل داید که ایمان قرار گیرد عزیزی من. یک شاعر گفته است در دل چو کجیست روی بر خاک چی سود؟ چون زهر بر دل رسد فریاد چی سود؟ تو ظاهری خود به جامه آراسته ای، دلهای پلید تو جامه پاک چی سود؟ انین طوری کرد. پیمانتن که یک لخ گوشته ایزا فسادت، اگر فساد شود تمام آدم فساد میشه و ایزا صلحت اگر ایشالا طوری شده و انسان طوری میشه. این ظاهری بیرونی نآید بکار، باطنی مبارا از غبار. یعنی درون پاک، یعنی درون ظرف ایمان پاک. این کی نباشه و غربت و بلا به سرت به سجده موندن هم فایدهش نیست. سلت در کلت باشه و لیکن فقط تروریست باشی. ریشه بمونی خدا خواهد انشاءالله. روز تابق خدا خواهد سیگارت کشی. با من دیده سودم بعضی ریشش اما سیگارت در لاش موندگی. این چی مسخره بازی است؟ یا ریش شما برای کروتایی میمونه؟ این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. این حرمت دارد، عزت دارد. هر روز با شامپو شوش، هر روز خوشبوش کن، هر روز حرمتش کن. هر روز میگه رسول الله شونه کردن سنته، تا که از ریزی زیبای شما آدمان لذت برند. پیغمبر اسلام این درون وجودش فرشته. یک صحابه نه یک دونه ریشت بده است، یک دونه. رسول دیدن که فرشته ها جنجال دارن، اینش کشاز رسس، اینش کشاز. رسول الله تبسم کردن از شوقی فرشته ها جنجالش. و صحابه همین پیغمبر من خندید، گفت رفته هم ریشم گرفت. صحابه گفتن که ریشت کجا شد؟ گفتن شما تبسم کردید من خندیده. نه گفتن من ترا نخندیدم، من تلاش فرشته ها را دیده خرسند شدم. این هر یک طوری موش فرشته دارد، این حرمت دارد، عزت دارد. اینش مسخره بازی نیست که تو مسخرهش کنی. این چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم.
پیغمبر افعال شه، فعلی که رسول الله برای ما شما موند سنتش کرد آورد. حرمت شب جا بیار خدا، خیلی عزت شب جا بیار. عزیزان من برای این حرکت کنیم انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگریش سوال، اگر دندان درد کند چی باید کرد؟ سوال دادین وقتی که اگر مبادا دندان درد کند عزیزانی من انشاءالله اولا صبر کنید. عالما صبر کنید انشاءالله تا کشودن روزه. اگر علاجش نباشد انشاءالله میتونید شما به دکتر مراجعت کنید یا کم دندانتون کنید لیچین کنید، برابر ککت آبش میروه، علاج نیست. حرکت کنید که خدا خواهد نرود. همین در بعد خدا خواهد اگر مبادا اوکال گیرن یک روز بعد روزه را خدا خواهد داشته میدادین، یک روز روزه داشته میتین بعد آخرین انشاءالله خدا خواهد. برای همین خدا خواهد وقتم نزدیک است انشاءالله خدا خواهد میتونین سوال جوابا باشد. خدا خواهد بی از اینم تین انشاءالله خدا خواهد سید اینترنتی نه خدا خواهد با میپرتیم انشاءالله خدا خواهد 5-6 دیگهش موند انشاءالله باشه خدا خواهد بلاگر کتی صحبت کرده خدا خواهد وقتی معینی افته انشاءالله بس همی شما میرسونیم انشاءالله خدا خواهد. برامین همه حرکت کنیم انشاءالله، یعنی این ماه به یک خرسندی به یک شادی انشاءالله خدا خواهد انجام کنیم. روزا خدا خواهد بگیریم حرکت کنیم، نخریم انشاءالله که قصد نخریم. گفتم 61 روز خدا خواهد جزا دارد، یک غلام آزاد کردن در کار، یک 60 مسکین طعام دادن در کار. این کاری آسان نیست، همه از دستش نمیه. برای همین خدا خواهد این غنیمت دایم هوشیار شو. خدا خواهد دوم چیزی که در چون تکوت هم سر نگفته پرتاشه که نوسوای داریمی، قرد داریمی، سیمشکه داریمی، بلا و بدتر داریمی، ای چون تک دورش که چونکی ناخواست عدد که اگه باشه که پافتن گشتن میگیری آخر تکراش کردن گیری، آخر سکوه هم میشکنه تکراش کردن گیری ناخواست میشه دیگیست. برای همین بعد ایخواه همه ساپرتیم تا افطار خدا خواهد روزک شایه. یه دیگه سوال دادیم جواب میتیم تعجیلی، آیا روزه پیش از نماز شام خواندن شایم یا که بعد نماز شام خواندن شایم؟ از آنی من روزه خدا خواهد انشاءالله تعجیلی که وقتی که اذان می شود جایی که مسجد نیست کلندر دادیم همونده کلندر نه خدا خواهد هر روزش نشان دادیم 30 روز، اما کلندر نه موافقی وقتی شد انشاءالله یک شکمات چلسیر کنی منده گیم که مثال همیشه عادت کنه پیش هم وای گیم که خانانت استلت نکریوت کردن سنته بودو بالاشو بیار خدا خواهد مون تیار شو خدا خواهد 10-15 منوت پیش تیار شو. وقتی که اذان راست باشد اذان خدا خواهد شنیدین یا که اینگیم که نباشد کلندر دیده میسین انشاءالله روزه کشین آیلوی خدا خواهد انشاءالله همه تو یک شکم نفس قانع کنه انشاءالله. یعنی که یک 5 منوت است ما بین 10 منوت انشاءالله خود شروع خورده چلسیر کرده بعد همین سنته انشاءالله خدا خواهد. یا که هیچ نباشد رهپر نباشد خورما گیره انشاءالله خدا خواهد، یا که سنت آب کتی یا که نمک کتی هم سنته. نمک میده بیدار میکره، آب میده بیدار میکره. وقتی که ما آب میخوریم که میده را رفته آب چونکه میده آشقضا تاجی که میده میشه شخشیده میمونه. ده مثال اگر میگیم که از گشنگی دیگر همو آب خدا خواهد همون میده را چیکار میکنه بیدار میکنه. وجود ونیمانیا اومده است از میآید از باندیتو میدرن شیار شو افتگی چیزا بیدار میکنه. الحمدلله این رسول الله این سنتا بیکار نکردن. یا خرما افضلین انشاءالله خدا خواهد دوست داشته رسول الله صلی الله علیه وسلم. یک غزل میخونیم انشاءالله بعد دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از بحری وفاداران ماهی رمضان آمد، بر ملک خدایاران ماهی رمضان آمد. از بحری وفاداران ماهی رمضان آمد، بر ملک خدایاران ماهی رمضان آمد. الله مددگار است هر قدم یار است،
لطفش بنی کن کار است ماهی رمضان آمد الله مددگار است هر قدمش یار است لطفش بنی کن کار است ماهی رمضان آمد از بای و عمل داری با صدق و طلبگاری دردانه به کف داری ماهی رمضان آمد از بای و عمل داری از صدق و طلبگاری دردانه به کف داری ماهی رمضان آمد خواهی بسرن برو رفت برای محمد رفت در دینداری محمد کاری ماهی رمضان آمد خواهی بر صفت برو رفت برای محمد رفت دینداری محمد کاری ماهی رمضان آمد آواز اذان آمد صد نقش بجان آمد صد نور عیان آمد ماهی رمضان آمد آواز اذان آمد صد نقش بجان آمد صد نوری عیان به ایمان آمد ماهی رمضان آمد سرچشمه احسان است سرمایه ایمان است راحت و بدیل و جان است ماهی رمضان آمد سرچشمه احسان است سرمایه ایمان است راحت بدیل و جان است ماهی رمضان آمد الله مددگار است هر قدمش یار است لطفش بنی کن کار است ماهی رمضان آمد ماهی رمضان آمد انشاءالله همه فیض همه برکات الحمدلله در همین ماه مبارک است عزیزان من هر یک باشه چکار کنیم قدر کنیم هر یک لحظه شه انشاءالله هر یک کارش خدا خواهد انشاءالله هر یک دقیقه شه الله خدا خواهد انشاءالله برای ما شما مکافاتی عالی خدا خودش میته روزه را الصومولی و انا اجزو بهی عزیزان من روزه میگه برای منای مکافاش فقط خودش میتید برای دلگیر نشه وقتی که مکافات خدا میتیه خدمت چکنی البته خدمت ما شما را الله میکنه خدا خواهد خب در این هفته خدا خواهد بعضی برادر خیری احسان کردن خب علی محمد نعیم جان 1000 روبل یک برادر 100,000 سوم یک برادر از قزلقیاه 2000 روبل یک برادر 5000 روبل حسن و سید علی 15000 روبل یک خواهر 100,000 سوم یک برادر 200,000 سوم یک برادر بود 200,000 سوم مادرشو بیمار بودیم دعا گفتیم پروردگارا همین مادر خداوند تنی صحت خاطری جمع شفای کامل در این ماه مبارک و یه هفته 3 تا فورا خدمت کردن 2 تا فورا بچه از تاشکند 1 تا فورا دلیل گفته که بچه یک از سوخ انشاءالله خدا خواهد بارای مسجد آوردن ما 654 تونه آهن آوردیم لیستوهای خدا خواهد انشاءالله 3-4 روز بعد استهامیان بالای خدا خواهد منی مقبره خدا خواهد مسجد همجا میسازن آهناش آوردیم خدا خواهد از عرفه گیشت آوردن استوره گبزنه کردن انشاءالله و هفته مراجعت کردیم از شیاری یکون کس نبرمد که انشاءالله گیشت زند انشاءالله یک گروپ دیده برفتن دینا معقل نشید خدا خواهد سومای بلند گفتن باید یک گروپ هم میبینیم انشاءالله خدا خواهد همین هفته اگر خدا خواهد یفتتون میستو گیشتم سر میشود گیشتم تیاره من آهنو تیار الحمدلله از زانی من اکن حرکت کنیم از پگه خدا خواهد محلا کار سر میشود خلاقتی خدا خواهد تیار کردن در کار خونه چه دیگر روشه ای پگه خدا خواهد امروز اعلان میکنن کدام محله باشه فقط تا ابیتا کار کنه برای خاطر روزه همین ساری با وقت بین تا پیشینه بعدی پیشین جواب تو میتین چونکی راحت کنه بعدی دم گیره چونکی نماز تراویح همه محله هم جاسته جوانو خدا خواهد
پول نداشته باشی خدا خواهد خدمت که همون الله میتیه تویا خدا خواهد ریشمون ریشی خدا خواهد صاحب تیلوشه میگه پگه یک ریش نه تیلوت میتیه خدا وعدشه یک ریشته که خدا خواهد میمونی تو لای میمونی گیم که تا سنگ میمونی الله یک ریش از تیلا پگه قصره در جنت امروز این خدا خواهد یک سال دیگر موند این چیز دروازه‌اش محکم میشه غنیمته خدا خواهد ان شاء الله ما و شما میکنیمش ان شاء الله خدا خواهد چی خلق میکنم من یک چینه من فقط یک تیاق هستم خلاص اون جنت ما هیچی نیستیم فقط خدا خواهد کنترل میکنیم ان شاء الله چیزی خلق است ملکی خلق است الحمدلله خدا خواهد همم یک تن یک جان میشیم ان شاء الله خدا خواهد چیکار میکنیم بزودی آباد کنیم بزودی خدا خواهد استشیدم دکو من عاقبت من شبای ترابه چقدر عذاب بیرنگی داد دارند خنوک داملا تسبیح دیگه گوید فلان کنین تست خونه کوایمو سال دیگر آینده با بدتر میشیم نه نبراری سبب کی سال دیگه با درس خنک میایم 21 سال در زمستون نماز تراویح میخونیم 21 سالی چتش تا ماه اوگوست چون که هر روز از زمستون نمیریم برای همین خدا خواهد همم گاوجو میشیم ما هم لیچکره میدیم خدا خواهد ما هم نمیشنیم منم الله خدا خواهد ثواب در کاره منم ای دور تماشا نمیکنم منم خدا خواهد خدمت کردم دکو بعد الله میته باید چاق استادن من الله نمیته منم حرکت میکنم تا ریشمونم حرکت میکنم یک تا لای پرتام یک تا سنگ کنم هممون یک تن یک جان یک شیار بود در شورایی یک کس برای همه برای یک کس اگر همه شیار و شور زمین همه آفرین گفت دنیا سالی گذشته باور میکنید کامنتاری مدره خونه همه خلق شور زمین که یک تن یک جان شما را دیده هوس کرد دنیا الحمد به طفلی مسجد تمامی دنیا شیار شناخت همجا شیار بوده قشلاق بوده آدم ها زنده میگه آدماش اهل بدیان این کارکنی شو بی در مسجد گاوجوم چند بار خدا خاطر برین همش پرسیدگی اینترنت صدای قرآن اعضاشن من با اسپاگمو سر میکنم با پرسیدنی مسجد آبادیش خدا خاطر ان شاء الله چون که از بیرونم بچه‌ها خدا خاطر یاردم کردن برای این همه از دان یک تن شیم یک جان شیم و این خانه خدا رو آباد کنیم ان شاء الله سعادت دو دنیا در الله این دنیا اون میلیاردیر میکنه پگه خدا خواهد قصرهای پاشانیشین در قصر خدا خواهد شما قصر ساخته میته الله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.